خب عزیزان سلام. اینجا ما میخوام یک نحوه اسکوپ کردن سنگ رو بهتون آموزش بدیم. اینجا حمید آقا میخواد سنگ رو اسکوپ کنه. حمید آقا خسته نباشی. بفرمایید که چجوری میخوای شیارشو بزنی. بذار شما بزن خب دو تا خط مورب به موازات هم دیگه. درست حمید آقا؟ خب حمید آقا این اسکوپ اسمش چیه؟ اینا اسکوپ پروانه دو شیاره. خب این دو شیارش نسبت به اون یک شیارش چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه که اصلا وقتی که این الان دو تا شیار میخوره، وقتی اسکوپ میندازیم داخل خب دیگه کیپ به کیپ میشه، دیگه محکم میشه. ولی اونای دیگه انگار شبیه این میشه دیگه. درسته؟ آره یک جوری مثل این میشه و باید حتما چسب بزنیم. آره راحت هم اینجوری در میاد. بزنیم چجوری میشه. دوستان دقت کنید شیارایی که میخوایم بزنیم باید از اینجاش انگار یه خورده کمتر باشه، هی بره بیشتر بشه، هی باز بشه شیارات. یعنی یکی دیگه بسیار عالی. اصلا نیازی به چسب هم نداره. اینا خیلی بهتر از سیم اسکوپ. سیم اسکوپ هم چون گالوانیزه نیست به عنوان گالوانیزه میدن ولی زنگ میزنه. آره بعدا زنگ میزنه خورده میشه میافته. خیلی خوب. دم شما گرم. قربونت. خداحافظ.